خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. بازگشت به اینستیتوت. از ماه فوریه سال 1955 به اکادمی بازگشتم. در مدتی که من نبودم، شعبه نوتأسیس دستخطهای شرقی را بسته 4 نفر کارمند او را به شعبه تاریخ ادبیات تاجیک اینستیتوت زبان و ادبیات گذرانیده بودند. درباره روحی فرهنگیز خود از روزی نخست کار در اینستیتوت به مسکو نوشته بودم. امروز در اینستیتوت خود به کار شروع کردم. تصور کنید که از روز دفاعم 1 سال گذشت و اکنون باز سری کاری دوست داشته خود نشستم. میدانید برایم چه اندازه سرور و فرح است که باز به کار علمی مشغول می شوم. خدا توفیقم دهد و آخر کار را به خیر رساند. 7 اپریل سال 1955. اینستیتوت در عمارت نو و باغ سبز و خرمی کوچه پروین اعتصامی، حالا میرسعید میرشکر، جای گرفته بود. این حولی و باغ را برای باباجان غفوروف بنا کرده بودند. غفوروف از این جایی با شکوه دست کشید و بعد از پرزیدنت انتخاب شدن استاد عینی به ایشان پیشنهاد کرد که از سمرقند به همین جا کوچیده بیاید. برای عینی هم عمارت و باغ خیلی محتشم نمود و او به اینستیتوت زبان و ادبیات تقدیم نمود. در این وقت عبدالغنی میرزایف از دیرکتوری اینستیتوت سبکدوش گردیده در مسند سرپرستی این مؤسسه ملاجان فاضلوف نشسته بود. شنیده بودم که میرزایف به تحریک رقیبانش از این وظیفه آزاد شده است. تابستان سال 1953 در وقت سفرم به سمرقند نایب پرزیدنتمان عبادالله نرزیخولوف را دیده بودم. گفت که بعضی کارهای میرزایف حتی به غفوروف خوش نیامد که ایشان به عوض نمودن راهبریت اینستیتوت رضایت داده است. همان وقت به خود اندیشیدم که عیب اساسی میرزایف سختگیری و به هر کس سرنفر آوردن وی بود. میرزایف اکنون راهبر شعبه ادبیات کلاسیکی تاجیک بود و این کار را با شوق و کاردانی پیش می برد. ملا جان فاضلوف 1-2 سال قبل از این اسپیرانتور را در رشته زبانشناسی در لنینگراد ختم نموده بود. وی در جنگ فاشیستان زخم‌های زیادی برداشته با پایهای پروتز با 2 عصا بغل به دشواری راه می رفت. شخصی نهایت خوش معاشرت و مهربان، ولی در تشکیل و اداره علمی سست و کم تجربه بود. خصوصاً چون زبانشناس در راهبری مأموری مسئله‌های ادبیات به دشواری‌ها روبروی بود. در زبانشناسی نیز به نظرم پایه نظری و عملیش کمتر بود. بعد از آن که به عضویت وابسته اکادمی انتخاب شد، بیشتر با جمع‌آوری تمثیل و مقال و ضرب المثل‌ها از ادبیات معاصر و کلاسیکی مشغول شد. در نتیجه زحمت‌های طولانی چند جلد کتاب از ضرب المثل‌ها و مقال با اقتباس و متن‌های مستند فراهم آورد که امروز هم قیمت معین علمی و فرهنگی را داراست. برای ملا جان فاضلوف راهبری نمودن ساحه‌های گوناگون ادبیات شناسی و مسئله‌های آموختن میراث خطی و ادبی دشوار و حتی ناآشنا بود. از این سبب میرزایف همچون متخصص و دانشمند جدی ادبیات گذشته در حل مسئله‌های علمی مستقل و مختار بود. من از وضع همان وقت اینستیتوت به خلاصه رسیدم که در پژوهشگاهی که بجز زبان شناسی رشته‌های دیگری فیلولوژی مثل تاریخ ادبیات و فولکلور مورد تحقیق قرار دارد، سرپرستی مؤسسه حتماً باید ادبیات شناس باشد. اما کاری ملا جان فاضلوف آمد کرده بود. در این سالها به اینستیتوت چند نفر متخصصان کامل از ختم کنندگان دانشگاه‌های مسکو و لنینگراد به کار آمده بودند. زبانشناس مشهور ولادیمیر لیفشیتز، دانشمند جوان زبان‌های پامیری جای ادلمن،
ادبیات شناس‌های جوان ولادیمیر دمیتچیک، لاریسا دمیتچیک و میخائیل زند از آن جمله بودند. اینها با فاضیلوف در یک وقت ختم تحصیل کرده بودند. با رفاقت و دستگیری به کار راهبری او مدد می‌رسانیدند. من از آن که به اینستیتوت بازگشتم و در شعبه تاریخ ادبیات با سرپرستی میرزایف به کار شروع کردم کاملا قانع بودم. آنچه که بعضی جوانان از سختگیری و سختگویی میرزایف کناره می جستند برای من چندان بیمنگیز نبود، زیرا در مدت 1.5 سال تحصیل اسپیرانتورا از این مرحله به اصطلاح بیمنگیزی میرزایف در صحت و سلامت گذشته بودم. حالا با وجود خصلت‌های شخصی نه به همه مقبول، میرزایف از دانشمندان بهترین و پرکارترین محسوب می شد. در صحبت اول پیشنهاد نمودم که در شعبه با تدقیق حیات و آثار احمد دانش مشغول شوم. در زمان تدقیقات دوره اسپیرانتورا سیمای این نویسنده و دانشمند مرا به خود جلب می کرد. نوشته های استاد عینی در یادداشت‌ها درباره شخص و آثار علمی و ادبی دانش شوق و هوس و دقت مرا به آموختن روزگار و آثار دانش زیادتر نمود. عزم کرده بودم که بعد از ختم اسپیرانتورا مرحله دوم کار من در تدقیق ادبیات عصر 19 آموختن احمد دانش خواهد شد. اما میرزایف پیشنهادی مرا قبول نکرد و اصرار نمود که با همدستی چند کارمند شعبه به توصیف و ترتیب دادن فهرست دستنویس‌های ادبیات تاجیک مشغول گردم. در اول راضی نشدم، اما میرزایف به آرامی و حسن تفاهم ضرورت و اهمیت آموختن دستنویس‌ها را می‌فهماند. فهمیدنم اهمیت این کار را چندان دشوار نبود، چون که من در تاشکند مدت در سایه پیری دستنویس شناسان پروفسور سیمیانوف به آموختن گنج بی‌بهای نسخه‌های خطی نزدیک آمده بودم. این بود که یک روی نکرده و پیشنهاد میرزایف راضی شدم و به کار آموختن دستنویس‌ها شروع نمودم. به میان آمدن ضرورت آموختن دستنویس‌ها در اینستیتوت بی سبب نبود. همزمان با تشکیل کتابخانه دولتی فردوسی شعبه دستنویس‌های شرقی تأسیس یافته بود که وظیفه آن جمع آوری و نگهداری دستنویس‌های قدیم میراث مدنی ما بود. از سالهای 30 تا 50 در گنجینه شعبه دستنویس‌های کتابخانه فردوسی زیاده از 2000 نسخه‌های خطی گرد آورده شده بود. فهرست آثار خطی در کارت‌های مخصوص ترتیب و تنظیم یافته، اما تحقیق علمی نسخه‌های خطی هنوز صورت نگرفته بود. سال 1954 با قرار حکومت جمهوری ذخیره نسخه‌های خطی کتابخانه فردوسی به اختیار شعبه دستنویس‌های نوتأسیس یافته اکادمی علم‌های جمهوری گذشت. در اول سال 1955 بعد از به هیئت اینستیتوت زبان و ادبیات گذشتن شعبه دستنویس‌ها تمام نسخه‌های خطی به اینستیتوت مذکور انتقال یافت و یک جایه با ذخیره دستنویس‌های این مؤسسه گنجینه خیلی پربار و گرانبهای میراث خطی گذشته را تشکیل نمود و بعد از کتابخانه‌های مشهور تاشکند و پتربورگ سومین دستگاه علمی نسخه‌های خطی به شمار می آمد. تحقیق علمی دستنویس‌ها در کتابخانه‌های تاشکند و پتربورگ کیها شروع شده بود، ولی ما به این کار شروع نکرده بودیم. در صورتی که دستنویس‌های نهایت پر ارزش در مؤسسه اکادمی گرد آمده بود، آموختن و فهرست معمولی آن را ترتیب دادن مقتضای زمان و محیط بود. به همین طریق در اینستیتوت زبان و ادبیات تاجیک با ابتکار و راهنمایی عبدالغنی میرزایف ترتیب دادن فهرست نسخه‌های خطی زبان فارسی شروع گردید. اولین کشافان گنجینه پرقیمت دستنویس‌ها میخائیل زند، اندری یولمپویچ مجی و این جانب بودیم. بحث و مناظره ها درباره موضوع کار با میرزایف گذشته رفت و من به آموختن دستنویس ها شروع کردم. با دوستم زند موافقت کردیم که
وی با آثار خطی ادبیات قرن 16 و من با نسخه های خطی ادبی عصرهای 16-20 مشغول می شوم. مجی توصیف دستنویس های تاریخی، جغرافی و علوم عقلی و نقلی را به عهده می گیرد. 1 ماه گذشته بود که شوق و ذوق آموزش دستنویس ها مرا به عالم گذشته های دور و پرمضمون برد و صحیفه های رنگین و تا امروز پوشیده و پر اسرار پیش نظر گشاده می شد. از این تأثرات خود به مسکو نوشته بودم. حاضر بالای دستنویس ها کار می کنم. کاش می دانستید که این کار به چه اندازه شوق‌آور است و در پیش نظرم چه گنجینه های گشاده می شود. من مثل به سحر و طلسمات مات گشته با این ثروت های بزرگ مفتون می شوم و خواهش پیدا می شود که همه آن را از خود نمایم. 17 اپریل سال 55. باید تذکر دهم که مکاتبه ما با بشیرخان به تاجیکی و روسی صورت می گرفت و در اقتباس نامه ها پاره های روسی را به تاجیکی گرداندم. در این مدت با میخائیل زند خیلی دوست و الفت شدم. زند 1 سال پیشتر از من بخش شرقشناسی دانشگاه مسکو را تمام کرده و دوشنبه آمده بود. وی با راهنمایی استریکوف در ادبیات فارسی دانش خوب اندوخته، زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و عبریت را مکمل فرا گرفته بود. در مدت اقامتش در استالیناباد گویش زبان تاجیکی را آموخته و خوب حرف میزد. بیرون از اینستیتوت با بسیار شاعر و نویسندگان همسال و کلانسال و دایره ادبی تاجیک آشنایی داشت. من و وی در اندک وقت با هم دوستی قرین شدیم و این دوستی سالها دوام کرد تا وقتی که وی به اسرائیل هجرت نمود. در آخر سالهای 50 در انستیتوت شرقشناسی مسکو جای کار پیدا شد و زند به مسکو رفت. در مجله نراد ازی افریقی مدیر شعبه بود. از حیات علمی جمهوری های ملی خاص تاجیکستان مقاله های دانشمندان را به چاپ می رسانید. زند محقق پخته و دانا بود، ولی افسوس که برای تأمین زندگی به ترجمه و ترتیب دادن کتاب و مجموعه ها مشغول شده، کاری که سزاوار دانش و مرتبه وی بود به سامان نرسانید. پیش از هجرت از خاک شوروی کتابی به طبع رسانید در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک در عصرهای 10-15 با نام 6 ویکов سلاوی، 6 عصر شهرت. این کتاب در اساس اسناد و زمینه‌های علمی با اسلوب نهایت جالب تألیف یافته و از طرف اهل علم و ادب خوب پذیرفته شد. با وجود دانش و تجربه کلان علمی، زند برای گرفتن عنوان علمی سعی نکرد و در اولی سالهای 70 عصر گذشته با عائله‌اش به اسرائیل رفت. بعد از این از زند خبری نداشتم. آنهایی که او را گاه‌ها در خارج می دیدند می گفتند که سالهای آخر در دانشگاه بیت المقدس درس می گوید و در ساحه علم با تحقیق ادبیات یهودیان بخاری مشغول است. این را شنیده حیفم می آمد که شخص دانشمند زحمات خود را به آموزش ادبیات نچندان مشهور و جالب صرف کرده است. برابر آموزش دستنویس ها رساله نامزدی ام را با مشورت و کمک زند در تصحیح سبک و زبان روسی برای نشر تهیه می کردم. به ضمن این کارها از نشریات تحریر رمن شالاخوف دان آرام را در ترجمه امانوئل ملاقندوف به من واگذار کردند. گفتند که ملاقندوف با ایراد و تصحیحات هر محرر راضی نمی شود. شما که در تحریر اثرهای لنین با وی سر و کار داشتید، هر دو با هم زبان یافته می توانید. کار بسیار دشوار و پربار بود. تنها شوق و اشتیاق و رعایت به تنظیم و ترتیب معین اجرای چند کار را با موافقت و موفقیت تأمین می نمود. در حالت خستگی و ماندگی خود را به کار مجبور نمی کردم. ساعتهای فراغت نیز دست می داد. در ساعتهای تنهایی دوری از یار محبوب بیشتر و تلختر محسوس می گردید.
پیرزنی مهربان و طعامپز و آزاده و خوش صحبت از مردم اوکراین در این لحظه های دلتنگی فرح و شادگی به روح می بخشید. دیری نگذشته همشیره خردیم مهوش خان که بعد از زندگی کوتاه از شوهر بدعهدش جدا شده بود، با همراهی من و نیت تحصیل اسپیرانتور با میل خود و رضایت پدر و مادر در اول بهار سال 1955 به استالین آباد آمد. هر دو زندگی اهلانه و خوشحالانه تشکیل نمودیم. در اینستیتوت نیز وضعیت دوستی و رفاقت کارمندان پیر و جوان به پیشرفت مشغولیت‌های علمی مساعدت می‌نمود. بعد از مناقشه و ناسازی‌های اندک که در اول کار میان ما و میرزایف رخ داده بود، با گذشت روزها مناسبت‌ها معتدل گردید. از این خصوص در نامه‌ام به مسکو نوشته بودم: روزهای نخست آمدنم به استالین آباد روحیه من خیلی بد بود. اشتباهات بین من و میرزایف به کارم خلل وارد می‌کرد. اما اینک چند روز گذشت و من باز به کار غوطه خوردم. اشتیاق پرزوری به ایست کار کردن مرا فرا گرفته است. میرزایف نیز به تدریج مرا فهمیده ایستاده است. من هم کمی آرامش یافته به فکر آمدم که خاموش و آرام مشغول کار باشم و اثبات کنم که قادرم برای علم خدمت به سامان رسانم. اینک از همین سال سر کرده تا سال 1972 قریب 20 سال با میرزایف همراه کار کردیم. دیگر بین ما نزاع و اختلاف رخ نداده است. با وجود آنکه میرزایف در واقع هم کسی تند مزاج و با زیر دستانش سختگیر و سختگپ بود، به این جانب قهر و عتاب نکرده است. خواهش و پیشنهادهای مرا صرف نظر نمی کرد. حتی گاها به آتشینی و آشکارا رد کردنم سخنهای نامقبول او را خشم نمی گرفت و کینه نمی ورزید. چنین مناسبت‌های مسالمت آمیز چند سبب داشت مربوط به من. اول اینکه میرزایف میدید که برای من پیش از همه و بیش از همه مشغولیت اساسی کار علمی است. من به خصلت‌های شخصی میرزایف کمتر اهمیت میدادم. از وی به کسی شکایت و غیبت نمی کردم. دیرتر وقتی که با میرزایف نزدیکتر می شدم، هرچی در کار به نظر نادرست آید نخست بر روی ایشان می گفتم. اگر نشد در شورای علمی به ملایمت و نرمی اظهار عقیده می نمودم. میرزایف در اکثر موارد راضی می شد و اگر راضی نباشد هم چنان که به دیگران می کرد هیچگاه با درشتی و خشونت به من جواب نمی گفت. در موردهایی که در عقیده خود استوار هستم و با تلقین او از موقع خود عقب نمی گردم نمی رنجید و در غیبت من بدگویی نمی کرد. چنان که در بالا گفتم عقیده او درباره صدر ضیا تماما منفی بود و این شخص را چون دشمن خلق به من تصویر می کرد. ولی من در نشر رساله نامزدیم در همان موقع خود نسبت به صدر ضیا استوار بودم. میرزایف بعد از چاپ کتاب در این خصوص دیگر حرفی نگفت. سال 1958 در نزد پرزیدیوم اکادمی علم‌ها شعبه شرقشناسی گشاده شد و میرزایف به رهبری مؤسسه مأمور گردید. در شعبه چند بخش‌های پژوهشی تشکیل و چند نفر به رهبری بخش‌ها تعیین گردیدند. میرزایف مرا برای مشورت یا تعیین نمودن به راهبری بخش‌ها دعوت نمی کرد. بعضی ها مرا تیز می کردند که چرا میرزایف تو را به یگان بخش شعبه به راهبری مأمور نمی کند. جواب اغوا را به خاموشی ادا می کردم و به طمع این منصب نزد میرزایف نرفتم. بعد از مدت میرزایف مرا دعوت نمود و خواهش نمود که هرچند از تخصصم دور است راهبری شعبه شرق معاصر را به عهده گیرم. راضی شدم. 1 سال نگذشته بود که میرزایف بخش تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را تشکیل نموده، راهبری آن را به عهده من گذاشت. سرپرستی پرابلم آموزش ادبیات کلاسیکی تاجیک از عصر 10 تا انقلاب اکتبر در اختیار من بود. به مورد است که درباره مناسبت‌های بین میرزایف و این جانب بعضی تفصیلات را نقل کنم.
چون که این مناسبت ها به حل پرابلم های علمی داخل شعبه شرق شناسی و عموماً آموزش تاریخ ادبیات تاجیک نقش گذاشته است. میرزایف پیش از همه تدقیق ادبیات عصرهای 16-20 را که از پرابلم‌های اساسی شعبه تاریخ ادبیات تاجیک و فارس بود، هم از جهت متد آموزش و هم از جهت دایره جغرافی و منطقوی کاملا به پرینسیپ‌های علمی من واگذار نمود. این به اصطلاح آزادی امکان داد که اصولهای نوی علمی متدی ادبیات شناسی مقایسوی را در دایره دانش خود و امکانات محیط علمی ملیمان در کارهای تحقیقاتی شعبه وارد نمایم. این امکانات بعد از تشکیل اینستیتوت شرق شناسی و جای شعبه برای ما باز هم وسیع‌تر و ثمرآورتر گردید. با گذشت ایام و مستحکمتر شدن موقع علمی هم حتی موردهایی میشد که در شورای علمی یا در صحبت‌های شخصی بعضی نادرستی و خطای پرابلم‌هایی به میان گذاشته میرزایف را آشکار میگفتم. میرزایف زود راضی نمیشد، گاه غضب هم میکرد، لیکن آخر پیشنهاد یا اصلاح این جانب قبول میشد. میرزایف سردار خیلی سختگیری بود که حکم وی در اینستیتوت برای همه روا بود. در اینستیتوت راهبران بخش‌ها و عالمان قطاری یا از ترس یا از احترام تام یا به تملق و خوشامد فرمانبردار او بودند. من میرزایف را به صفت دانشمندی توانا و در بین همسالانش عالم پیش صف احترام می‌کردم، ولی در مسئله‌های عمده و اصول آموزش ادبیات مستقل بودم و پرینسیپ‌های خود را داشتم. میرزایف چنین احترام خالصانه و بی‌غرضانه مرا احساس می‌کرد و آن را قدرشناسی می‌نمود. در خاطر دارم ما با هم تیر ماه سال 1970 بعد از جشن با شکوه 1100 سالگی رودکی کنفرانسی اولین رودکی را تشکیل نمودیم و نیت بود که کنفرانسی‌های رودکی شناسی هر ساله برپا گردد. در کنفرانسی از لنینگراد پروفسور بالدروف نیز شرکت داشت. سخنرانی نخستین میرزایف با مضمون و آهنگ خود مرا در حیرت و تهلوکه گذاشت. شادروان به جای آنکه پرابلم‌های مهمترین آموختن رودکی را به میان گذارد، تمام گزارش خود را به انتقاد منوگراف پروفسور شرقشناس لنینگراد طاهرجانوف روانه کرد. سبب این بود که طاهرجانوف درباره رودکی دیرتر کتاب مفصل تالیف نموده، در آن به چند فکرهای میرزایف مقابل برآمده بود. امروز میرزایف میدان را خالی دیده طاهرجانوف را سخت و در موردهای چند مغرضانه تنقید نمود. فکرهای نابهنگام میرزایف را اهل مجلس حس نمودند، لیکن کسی جرأت نمی کرد که ایراد گیرد. روز دوم بعد از چند ناطق سخن گرفته درباره بعضی مسئله های رودکی شناسی توقف نمودم و در آخر به سخنرانی دیروزه میرزایف سخت ایراد گرفتم. در وقت تنفس بعضی دانشمندان نزدم آمدند، گفتند هرچند فکرهای من درست است، ولی اکنون میرزایف باز به سخن برآمده گفته های شما را سخت رد خواهد کرد. عجب این بود که میرزایف دیگر سخن نگرفت. کنفرانسی قرار صلح‌جویانه قبول نموده توصیه کرد که مجلس‌های علمی رودکی شناسی هر ساله دایر گردد. کنفرانسی تمام شد. همه خانه به خانه خود رفتند. من پس از استراحت به مهمانخانه نزد بالدروف آمدم. گفت که میرزایف تلفن کرده او را به پلو دعوت کرده است. همراه می رویم، گفت بالدروف. اول اینکه من دعوت نشدم. دیگر اینکه بعد از برآمد امروزم میرزایف همانا رنجیده است، جواب دادم من. برآمد شما خوب بود رسول. به راهبر اداره و خصوصاً به میرزایف هر کس جرأت ایراد گرفتن نمی کند، لیکن همراه رویم خوب می شود. اگر دامالله رنجیده باشد ما از دلش می براریم. اگر نرنجیده باشد از آمدن ما خرسند خواهد شد. رفتیم. میرزایف گویا هیچ واقعه روی نداده باشد از ما خوب پذیرایی کرد. میز را آراستند.
خوریش ها را آماده کردند. میرزایف خم شده سرپوش صندوق خود را گشاد. شیشه می از بوتل کنیاک را آورده روی میز گذاشت. این کنیاک نفرتی مصریان را کیها گرفته بودم. امروز برای شما یله می کنم. می دانم که هادیزاده این کنیاک را دوست می دارند، گفت میرزایف و دهن شیشه را یله کرد. دیدم که میرزایف از آمدنم شاد است. من هم به هیچ کینه و بغض به صحبت گرم الفت شدم. نشست شادمانه و فرهنگیز برپا گردید. کمی دیرتر بالدرف نامه نوشته اندیشه های خود را به این طرز بیان کرده بود: پیش از همه میخواهم برای التفات و توجهتان، برای مهمان نوازی خوشنودانه تان تشکر میگویم. قطعیت و جسارتی که شما در وضعیت مرکب و پرشدت مباحث ظاهر نمودید سزاوار منت پذیری و تحسین گرم و جوشان است. شما همانا شخص یگانه اید که بی ترس و بیم فکر و ملاحظه خود را ابراز می دارید، هرچند آن خلاف عقیده سردار است. 3 اکتبر 1970. سال 1964 به نقشه علمی 5 ساله‌ام موضوع آموزش اساسهای نظریه و علم بدیعی ادبیات فارس و تاجیک را داخل نمودم. مقصود آن بود که بعد از 4-5 سال نتیجه تحقیقات را همچون رساله دکتری پیشنهاد کنم. در این خصوص به میرزایف نیز اطلاع داده بودم. پس از مدتی او مرا به کابینتش دعوت نموده گفت: من در موضوع کار آینده دکتریتان فکر کردم و به همین نتیجه رسیدم که شما باید عنوان دکتری را از مدت پیش بینی نموده‌تان زودتر گیرید. برای این موضوع را باید تغییر داد. شما بعد از دفاع رساله نامزدی در تدقیق ادبیات عصر 19 کارهای مهم را انجام دادید. این تحقیقات را زودتر در شکل رساله دکتری گرد آورده باید دفاع نمایید. در واقع پیشنهاد میرزایف منطق و اساس علمی داشت و در عین زمان برای من غیر چشم داشت بود. من تا امروز ندیده و نشنیده بودم که میرزایف برای کسی با تشبث خود راه دفاع را بی آزار گشاده باشد. میرزایف نه تنها مشورت خوب داد، بلکه تا آخر در این راه هرچی میخواستم و میگفتم مانعی نمیگذاشت. میرزایف دانشمندی برجسته زمان خود بود. وی در فکلته شرقشناسی دانشگاه لنینگراد تحصیل علوم کرده و از مکتب مستشرقین روس بهره برداشته است. وی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک و خصوصاً در شناخت مأخذهای تاریخی و ادبی فارسی دانش خوب داشت. این صفتهای علمی او را در سالهای 50 و 60 از همکسبان و همسالانش مقدمتر می‌گذاشت. کتاب و رساله های او در تاریخ ادبیات تاجیک قرنهای 16-19 پخته و مستند بوده، بسیار صحیفه های تاریک شعر و ادب تاجیک را روشن نمود. اما در آن سالها به درجه تطبیق و تحقیق مقایسوی تاریخ ادبیات فارس و تاجیک با قانونیت های عمومی ادبیات جهان نرسیده بود. در آثار او مسئله های تاریخ ادبیات محدود در حدود جغرافی ملی آموخته شده است. این کمبود ادبیات شناسی آن دور دیرتر در تحقیقات عالمان جوان تاجیک تکمیل یافت. میرزایف عالم زحمتکش و پرکار بود. مقاله و اثرهای کلانش را به خط زیبای عربی می نوشت و بعد شاگردانش به خط امروزه می گرداندند. در خاطر دارم که به مناسبت جشن 1100 سالگی رودکی منوگرافی، رساله و چندین مقاله های پرمضمون را در مدت 1 سال یا 1.5 سال نوشته و چاپ رسانید. از شدت کار خسته شد و به من عرض حال می کرد. در دل می گفتم که می توانست به این کار چند عالمان جوان را جلب کند. همانا نمی خواست به این کاری با شرف شریک و رقیب داشته باشد. میرزایف در کار تحقیق نهایت جدی و پاکیزه کار بود. از دیگران نیز چنین جدیت و عمق آموزش را طلب می کرد. با وجود همین در بعضی موارد سهلنگاری یا شتاب زدگی می نمود.
چنانچه تهیه رساله تاریخی احمدی دانش را به تربیت نام کارمند علمی سپارید. تربیت در فهم و شرح متن فارسی خوب وارد بود، اما روح تاجیکی زبان دانش و پرینسیپ های تهیه نمودن متن علمی و انتقادی برای او دشواری میکرد. از این سبب متن این کتاب با خطاهای متن شناسی آماده شد و میرزایف متن را با همین سهو و خطا درست تصحیح نکرده به طبع رسانید. در هیچ جا از زحمت تربیت یادآور هم نشد. میرزایف در بعضی موردها آدمی تند بود. علاوه بر این پیرو عزت نفس خود بود. این خصلت شادروان گاها به منفعت کار تأثیری منفی می آورد. در اول سالهای 60 ما تألیف تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را پس از عصر 11 تا ابتدای عصر 20 به نقشه علمی گرفتیم. این اثر باید دوام کتاب ناتمام شادروان برتلز استوریا تجریسک پرسیسک لیتراتور می شد. کارهای آمادگی تهیه نمودن نقشه کتاب در 3 جلد، مکاتبه با مؤلفان از مسکو و لنینگراد و نهایت تشکیل مجلس اولین هیئت مؤلفان به ذمه این جانب گذاشته شده بود. 2 سال گذشت و 1 جلد کتاب آماده شد. در مجلس مؤلفان کتاب به چاپ توصیه شد. هیئت تحریریه تصدیق شد. در مجلس شخصی بود که در هیئت تحریریه داخل شدن نامش را در هر کتاب اصرار می کرد. میرزایف این شخص را توصیه نکرد. بعد از مجلس آن شخص نزد اکادمیک کاتب فنهای جمعیتی ظریف رجبوف رفته اطلاعات نادرستی به وی می دهد. رجبوف روزی دیگر میرزایف را دعوت نموده حکم می کند که همان شخص به هیئت تحریریه داخل گردد. در نتیجه میان میرزایف و رجبوف جنجال سخت برمیخیزد. میرزایف در آخر اعلان می کند که وی دیگر از راهبری و مؤلفی کتاب تاریخ ادبیات دست می کشد. روزی دیگر صبح با رنگ پریده و لبهای لرزان به من از جنجالش با رجبوف نقل نموده گفت که وی دیگر نه در تحریر و نه در تألیف این کتاب شرکت نخواهد کرد و قرار او قطعی است. به همین طریق یک کار بزرگی که برای محیط معنوی جامعه ما خیلی ضرور بود با قهر و عتاب میرزایف برباد رفت. تنها 1 جلد این کتاب بعد از چند سال با تحریر و جهد و سعی این جانب به طبع رسید و بس. بسیاری ها درست می گفتند که با میرزایف کار کردن مشکل است. از یک جهت گپ آنها به قول معروف جان داشت. اما با همه کمبود و ناهمواری خصلت و مزاجش از یک جهت با وی کار کردن آسان بود. در هر صورت برای من. اول اینکه شما همیشه حس می کردید که با یک نفر دانشمند حقیقی پهلو به پهلو کار می کنید. از طرف دیگر شادروان راستگوی و حقگوی بود. اگر از شما رنجش یا غضب داشته باشد بر رویتان می گفت. اگر از شما خرسند و قانع باشد با چهره گشاد آنچه در دل دارد اظهار می نمود. با چنین راهبر و سرداری مؤسسه کار کردن آسان است. خدا از شر آن راهبر امان دهد که بر رویتان تعریف و توصیف و تملق می کند و ناخواست می فهمید که در حق شما و به این واسطه در حق علم خیانت سخت کرده است. در چنین موردها میرزایف به خاطرم می آید و می گویم روحش شاد و مأوایش جنت باد.